باز یک سوال تعجیلی همو برادر به فکرم نوشته است. قصه بزنی گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش رو با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید. زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله. و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی اینجا ما مجبور میشویم، اگر چندی وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالتهایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما میرود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق میشود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر میگوییم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند. خواه بی خدیجه باشد، خواه بی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران. از این خاطر انشاءالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده طلاقشان داد. از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانم زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد. و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تاکیدش کرد نگرفتم. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را عام الحزن گفته است. سال حزن و اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه. بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود. عایشه طفلک بود. عایشه خدیجه را ندیده است،
اما میگه از همه زیادتر به بی خدیجه رشک داشتم، زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همین خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادر ما بی عایشه. پس اویله اولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی خدیجه کبراست. بعد از وفات بی خدیجه رضی الله عنها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تبارش و جبرش رو میکردن. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود، 5 سال کلان بود است. یعنی برای شهوت نگرفت است، تو را پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سوده همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قریشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سوده بنت زمعه هم که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید. ببینه این تعصب بعضا کاری خیچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال در مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی در خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سوده دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله، من نوبت خواب خدمه، نوبت شب ما به بی عایشه هدیه کردم، فقط من میخوام که فردا روز قیامت همچه همسر تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است. و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش. سوده بعد وفات پیغمبر عمر طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری، سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادرمون است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سوده نکاح کرد، اما از بس که حال خرد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید، حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالمترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم، از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادری ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زنی دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل ثرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت سرید است نسبت دیگر طعام ها. سریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده می بریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش سرید است. همون شوربای طبقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم همون سرید است بچه‌ها. سرید یا که همون قروتوی که میزنیم در اینجا اصل بگیریم او سرید است، اما تریتش میگیم و خود ببینید چقدر لذت داره. شوربای طبقی در قطعی شوربای کوسه مقایسه کرده میشود. امروز موت پرست شدیم، در کوسه شوربا میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا.
نباشه همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنی چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل سرید نسبت دیگر طعام ها است. خب مادری چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته شو به همون ترتیب کرونولوژی آورده استوان. بیبی عایشه مادرمون بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادرمو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است، به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بیبی حفصه را اختیار کرد. و ایلو حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت. حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت همین زن من عیمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، یا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت عثمان بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بیبی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بیبی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است برادر نه، ولی ان شاء الله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه، زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید. از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشو میکرد، با لقب ام المساکین مشهور بود، مادر مسکین ها. مادر مسکین ها را خداوند گرفت مادر تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد، در بعض روایات اومده است 2 ماه بعد، مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود، بیبی خدیجه مادرمون و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت ششم مادرمون ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دوش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. یک پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال و طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خوار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. ولی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشو که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن این زنکا جگر ریخته ها.
ایم خاطر از موسفیدای بیچاره به زن میگردن دیگه. زنک دیگه در 45 50 کی رسید شونه میکنه دیگه. بیچاره موسفیدا به زن موندیا. از همون خاطر برای آن که ام سلمه همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو و با عزت باشد در بین قومش. از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکند اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همین شد که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرده گرفت، این یزده خیلی ابرو و عزت دارد و در پیش قوم ها چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن. نه، پوچو یعنی پوچو کرال یزده. قوم های عرب هم بسیار احترام میکردن، همین خیش تباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردن. عیب میدونستن که با یزنهاش و با قوم هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشند. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر زیادتر در بیان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زنی پاک دامن با عفت، بسیار زنی صالحه، عاقله، صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت و مشورت می‌گرفتند. خب عائله هفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش. زینب که سوال به او متعلق است. زینب بنت جحش دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دختر امیمه عمه پیغمبر است. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب برای پسرخواندش برای زید خواستگاری کرد. در نکاح زید ابن حارثه بود. از بس که زید ابن حارثه یک زمان غلام بود، ایرا بی خدیجه از بازار خریده و بعداً به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه کرد و حضرت رسول الله را آزادش کرده. به حکم همون زمان جاهلیت ایرا پسر خواند. حتی که در ابتدا زید ابن محمدش میگفتند، اما در اسلام خداوند انا همین معامله و مناسبت پسر خواندگی برهم داده است. مادر خواندگی این چیزا در اسلام اصل ندارن بچه. زنی از دنیا میگذرد، یک محرمی به غیرتی نداره که دروی قبرستان بدروید. با همون گرگان میگه که خواهرم باشه یا به جای مادرم باشه یا به جای دخترم باشه و بعد دست آسین بالا میکنه و همون را میگیره در قبر میمونه. آیا به گفتن آن که مادرم باشد یا خواهرم باشد خواهرش میشود؟ هرگز نمیشود. این درست نیست، این حرام است. مردم آقا ناموسی ما و شما کجا شده است؟ نها یک مردی بگونه زنی را که محرم ما و شما هست بگیره به دستاش در درون قبرستان ما بترسیم از داخل شدن در قبر. ای چی میترسه؟ ایمو قبر؟ شما ای زنده ها بترسه، اون مرده ها بچرای چی کارتونا میکنن؟ و قبر عاقبت جا ما همو جا است، خانه آخری ما همو است. برای کم کم همو قبر کنو را کمک کنه، طریقه کندن قبر را یاد بگیره. از همون ندیدن است که تلخت میکفه. بچه را میدرورن که کو مادر تا در قبر مون شاخ میشوه. باری اول لحد دیده است ای سرت بولو اخی مادر خطا که در گور مونده نتونی، ای تو دیگه چی امید است؟ زینهار در این مسئله احتیاط کنه بچه. پسر خواندگی، مادر خواندگی را خدای تعالی نهی کرده است، باز داشته است. در اسلام خیلی گپ وجود نداره. یک مردی بیگانه با زنی بیگانه در یک خونه ششتیان چای خوردستیان، این کی است؟ اکا خانم ایرود در خواب. اکا خان چی هایی؟ در اسلام خیلی گپ نیست بچه.
اگر که اجازت میشد خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم اجازت میداد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد با احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. الآیه. خداوند گفت که حبیب ما محمد صلی الله علیه و سلم برای هیچ کدام شما را پدر نیست. ای زید، این محمد پدریت نیست، این پیغمبریت است، این مولایت است، این رسول خدا است، خاتمه تمام پیغمبران است. بعید در این نبوت دیگه بسته می شود. بعدی دیگه پیغمبر مبعوث نمی گردد. شریعت محمد صلی الله علیه و سلم شریعت آخران خواهد بود. پس حکم پسرخواندگی و دخترخواندگی و برادرخواندگی و مادرخوان و دیگر از بین رفت. اما این سخن به مردم هیچ اثر نمیکرد. بعضی کارهایی است که مردم به حد تعصب دارن که همین 100 بار بگو با درم تعصب خشم میستن. سوال میکنن دوملو همه اشاره سبابه حکمش چی است؟ میگیم سنت است. دلیلش چی است؟ دلیلش 36 حدیث صحیح که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. دلیلش آن است که امام محمد شاگرد امام اعظم ابو حنیفه در کتاب صلات میگه که رأیت ابو حنیفه یفعل هکذا. دیدم که امام اعظم ابو حنیفه اشاره میکرد سبابه. چه خیلی میکننش؟ بسیار خوب. 10 مراتب نشون دادم. از این بالای منبر با دیده میشود. در کجا انگشت می برداری، در وقتی نفشه، در وقتی اثبات میگذاری. یک حاجی میگه که دوملو میگه پم میگویا، هم در صف نگاه کن، اکثریت نمیکنن. بعد حقیقتا اهمیت دادیم. در این پهلوی خودم شتگی اون نمیکنم. آخی نمیکنه سوال برای چی میته؟ برای سر دل تو میته. که ما خودمون میکنیم، همین را نشان میتیم، تعلیم میتیم که مردم یگان خلاف نداره. این حدیث، این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ خلافی نداره. هیچ دلیل در مقابلش نیسته. غیر گپ‌های بیهوده، گپ‌های پلفته. آخه این سنت پیغمبره، سنت پیغمبره که کردی اجر ثواب میگیری. بکنیش هم یکی نکنیش. نه خود سنت پیغمبره بکنیم یک باشه و نکنیم. این در کجای عقل آدم تغییر میگیره. انا همی خیلی همی امری برادر خواندگی و پسر خواندگی اگر چند خداوند آیت نازل کرد در میان مردم هم قدر مستحکم ایستاده بود که هیچ به هیچ وجه نمیخواستن که از این دست بکشن. از این خاطر در نقشه پروردگار ازدواج زینب با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. این در نقشه خداوند متعال بود. تا زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا اثبات شونه میکرد که آخه پسرخواند حکم نداره در شریعت، شخصی را پسرخوانده گفتی او حکم پسری تر نمیگیرد، همین را اگر عملا اثبات نمیکرد قبول نمیکردن. بله بعضی حکمایی است که تا رسول الله خودش چنگ نمیزد نمیکردن. در سال جنگ حدیبیه، سال صلح حدیبیه، حضرت صلح بس با قریشی ها، اونا گفتن که حاجی ها را، کسایی که نیت حج داشتن، من کردن مسلمان ها را، گفتن امسال نمیداره، سال آینده میایه همه عمره را قضا میداره. سال آینده مدت 3 روز مکه را از برای شما خالی میکنیم، مرحمت مناسک عمرتون انجام بده. حضرت امضا کرده سمره، مرد به مسلمان ها مراجعت میکند که ای مسلمان ها، همو هدیه هایی که برده، مال هایی که برای قربانی میبرید در همینجا بکشه، ختونه حلال کنه، سال آینده آمده و بعد عمره قضا میکنیم. یگان کس از جوش نمیخیزه. مسلمان هایی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جانشون فدا میکردن، مسلمان هایی که عروه ابن مسعود ثقفی آمد در پیش قریشی ها گفت که مردم، محمد صلی الله علیه و سلم برای قومش حکمش از حکم پادشاه را بالا های. وقتی وضو میگیرد برای قطره های آبی که در ریشش است بین مسلمان ها جنگ میشود که تبرکم بگیریم در روم بشکیم. همین مسلمان ها امر پیغمبر را گوش نکردن، نخیستن، مولا نکشتن. بعد همه ام سلمه مادرم و خدا رحمتش کنه گفت بسیار زنی زیرک دانشمند بود، گفت یا رسول الله، گفت به هیچ که گپ نزن،
خودت بخیز شتر قربانی را بکش، بعد دیگه رو با تو تقلید کرده و عمل میکنن. حضرت دست آستین بالا کرد، خود شروع کرد شتر وقتی که کشت اما از جوش خیستن، بعد با مولکشی شروع کردن. انا همین جدام خداوند متعال در نقشش گرفته بود که توسط نکاح زینب بنت جحش با رسول الله صلی الله علیه و سلم خرافات پسرخواندگی و پدرخواندگی را از بین ببرد. این آیه در قرآن اومده است بچه‌های عزیز. خدای نکرده شما همین سفسطه این زردشتی ها و زردوش معاب ها و مستشرقای خارجی احمق نگیرید با خودتون کافر کنید. برای که همون سوال با اون طرزی که گفته شده بود راستی برای در دهشت انداخت. خداوند متعال در سوره احزاب چند آیه به این موضوع در مناسبت به این موضوع نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله. میگه ای محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که تو به اون شخصی که خداوند براش نعمت داد و تو براش نعمت دادی، مقصد زید ابن حارثه است که یک زمان غلام بود آزاد شد، اینقدر آبرو و شرف پیدا کرد حتی چند مدت پسرخوانده محمد صلی الله علیه و سلم گفته میشد. در تربیه رسول الله از خردش بزرگ شده است. خدا براش انعام داد و تو براش انعام ها دادی، رفتی زینب بنت جحش دختر عمت براش خواستگاری کردی. اگر چند همکف نبود، زنهای اشراف قریش بسیار شرف داشتن، نکاح با یک شخصی که یک زمان غلام زاده بود روا نمیدونستن، بر شأن خود جایز نمیدونستن. وقتی که تو میگه گفتیش که زن تا نگه بدار، از خدا بترس، زن تا نگه بدار، طلاقش نکن، واقعا همین خیلی شده است. زینب وقتی که طعنه میزد شوهرش زیده، و مرد بدوخی، مرد وقتی طعنه زدی چند تا قد میکنه، می اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکایت که یا رسول الله همین زن به من سازگار نیست. چرا می اومد؟ برای آن که تا اجازه پیغمبر که نمیشه چخیل سرش میداد. زنی را که رسول الله خودش خواستگاری کرده از دو دستش، همین زن پسندم نمیکنه. حضرت دائم تاکیدش میکرد امسک علیک زوجک واتق الله، زن تا نگه بدار، از خدا بترس، از خدا بترس یا زید. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاها. من میدونم میگه خدای تعالی که تو در دلت پنهان میداری. چرا زید میگوی که زن تا نگه بدار؟ برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با الهامی که خدا براش داده بود دریافته بود که اگر همین زید زنش سر بته خداوند امرش میکنه که زینب بگی. اگه تصور کنه چی حالتی بود. اینا بعد 1400 سال منافقای بدبخت یافت میشن که طعنه میزنن. اما این کار در حال شده بود در سال 5 هجری که در خود مدینه منوره صدها منافق بود. از یک طرف یهودی ها، از یک طرف مشرک های قریش و دیگر قبیله ها چی طعنه های در حق پیغمبر میزدن. خاصتا که نزد اونا حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی بسیار بلند بود. پسرخوانده حتی از او پدرخوانده خودش میراث میبرد. بسیار طعنه های زیاد میزدن پیغمبر. حضرت دیگه آزرده شده بود، بیزار شده بود از طعنه و ملامت این مردم. از همین خاطر نمیخواست میره. خداوند که الهام داده بود همین دلش گواهی میداد که حالی همین زید اگر زنش سر بته خداوند امر میکنه که زینب بگی، تا اینکه مردم بفهمن که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی هیچ اعتباری ندارد، بعد ملامت مردم در سر میریزه. خداوند سینش میگه از مردم میترسی؟ آخی خداوند حق دارتر است که از او بترسی. زینهار طمع مدار از غیر خدای که رغبت خلق نیم ساعت باشد. از غیر خدا چیزی طلب نکن که این رغبت مردم نیم ساعت. تو از مردم میترسی که ملامتت میکنن؟ ای حبیبی من تو از خدا بترس. والله احق ان تخشاها. خداوند حق دارتر است که از خدا بترسن بندگان خدا، نه از مخلوق. اما با وجود این زید طاقت نکرد، طلاقش داد.
اینقدر که پیغمبر تاکیدش کرد از خدا بترسید مرد زن تا سر نتی. یک روز جانش بلبش اومد، زینب تهنش زد تا غلومی نبودی که بیبی خدیجه تر از بازار خرید تو سو مشکل است دامی تهنه زن اودا بکشا. اگر مردی با ناموس باشه بسیار سخت است. شیخ سعدی رحمت میدونه نوخی خدا رحمتش کند. شیخ سعدی در زمانهای جهانگردیش وقتی در فلسطین بود نصرانی ها اومدن، جنگ های صلیبی شروع شده بود، اما کریستانوسای اروپا اومده بودن. از بس که مسلمان بود همراه مجاهدا بر ضد چونخیز در جنگ اسیر افتاد. اسیرها را از اسیرهای پیش میفروختن به غلامی. سعدی را هم گرفتن در دست پاش زولانه زدگی بازار غلام فروشی برآوردن. ناخواسته یک مرد دیدش، یک شخص شریف آدم خوب دید که سعدی بزرگوار در بازار غلام فروشا میفروشن، یا عالم نامدار. نرخش کرد با 10 دینار خریدش، آورد. یک دخترک در خونه‌اش دوستش دختری نازپروردی بسیار ارکا، دخترش نکاح کرد دادش با 100 دینار. 100 دینار مهر دختر بود. بیچاره کیسه خودش برآورد داد، سعدی را داماد گرفت. دیگه او زنک همین میشیشت میخیست، بیچاره سعدی را طعنه میزد. یک گام میگفت که خب که تا همون نیستی که پدری ما با 10 دینار ترای بازار غلامو خریده بود، با تو زبان برآورده گپ میزنی. با جان رسید گفت بله من اون بیچاره بی سعادتی هستم که پدرت با 10 غلام از با 10 دینار از بازار خریده که من با 100 دینار آورد به تو فروخته کم. شنیدم گوسفند را بزرگه رهانید از دهان و چنگ گرگه، شبانگه کرد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بینالید، که از چنگال گرگم در را بودی، چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. گوسفندی بیچاره گفت فرقی بین تو و گرگ چی بوده؟ از خدا بگیرد گرگ خوب نبودم تا بیجی قید یک خفن میکرد بکشتم تو کلبه ببری با دور میپرتوی. از همین خاطر زید طاقت نکرد، زنش سر داد. این آیه قرآنی است. خداوند در ادامه آیت میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. وقتی که زوج مراد خویش حاصل کرد، یعنی که زنش طلاق داد، او را ما به تو نکاح کردیم دادیم. خداوند پیغمبرش میگه زوجناکها. بی زینب مادر مو وقتی که گپش قطعی بخچوناش میگریخت، قطعی کنداشاش میگفت نکاح شما را در همین دنیا ولیها تو کردین، نکاح مرا از پشت 7 آسمان خداوند متعال کرده است. خداوند مرا نکاح کرده در حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم. خداوند میگه زوجناکها، ما میگه او را نکاح کردیم در تو دادیم. بس سببش هم میگه تا اینکه بر مؤمنا حرج نباشد، تا اینکه مؤمنا بدانند که همین حکم پسرخواندگی و پدرخواندگی و مادرخواندگی هیچی اساسی نداره در شریعت، اصل ندارد، با این محرم نمیشوی. سبحان الله. پس زینب بنت جحش زوجه مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم از خداوند ایرا بر او لازم گردوند، با الزام خداوندی است. از دست حضرت هیچ کار نمی اومد. اگر پیغمبر میتونست نمی گرفتش، اما این امر از جانب پروردگار است. این آیه قرآن است. اگه این خانه سوخته این مستشرقای خارجی مخصوصا بدین ها بعد رمن می نویسن و در آمد پیغمبر و این همه سفسطه است بچه ها. و شما کتابای اصل بخونه چه بگیرم سفسطه های مستشرقا و بعضی کافر معاب ها را. زینب دید که از درون حمام برمده است، گفت خشا سبحان الله، بزرگ از پروردگاره که ترا به این حسن جمال خلق کرده است. چی؟ پیغمبر زینب ندیده بود؟ زینب در پیش رسول الله کلان شد، دختری عمش بود، خودش رفت خواستگاری کرد آورد با پسرخوان جداد بودش. زینب ندیده بود که این سخنو را میگه نعوذ بالله. این گپ در حق یک آدم متقی گفته نمیشود، چی برسد به حق یک پیغمبر محبوب به این بزرگی و به این عظمت. بسیار متاسفانه وقت متنگ است و باشه در این موضوع، اطراف این موضوع سخن بسیار بود. خب
زوجه هشتم پیامبر زینب بنت جحش سال 20 هجری وفات کرد. بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اول زنش که از دنیا گذشته است همین زینب، آخرین زنش ام سلمه. زوجه هشتمش موافق تاریخ خرونولوژیا جویریه بنت حارث، دختری سردار قبیله بنی مستلق. اینجا سخن بسیار است، متاسفانه ما دیگه وقت نداریم. جویریه مادرمون سال 56 در بعض روایات سال 55 هجری از دنیا گذشته است. زوجه نهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام حبیبه رمله بنت ابی سفیان، دختر ابو سفیان ابن حرب. ام حبیبه بسیار زنی صالحه، بد خدا رحمتش کنه، در سال 42 یا 44 هجری از دنیا گذشته است. این دختری اما ابو سفیان است که مسلمانان خاصتا محمد صلی الله علیه و سلم بر پدر خودش ترجیح داد. زوجه دهم رسول الله صلی الله علیه و سلم صفیه بنت حیی ابن اخطب، این دختر حیی ابن اخطب یهودی است، سردار قبیله بنی نظیر از یهود که بعد جنگ خیبر اسیر غلطیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را آزاد کرد، خرید آزادش کرد و در نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم درآمد به خاطر نگه داشتن شرافتش. عمری دراز دیده است مادرمو صفیه نیست. و زوجه 11 آخران زوجه‌ای که پیغمبر نکاح کرده است میمونه بنت حارث، خاله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که اینم سال 61 از دنیا گذشته است. عمری دراز و با برکت دید. دو زن دیگر، یکی از قبیله بنی کلاب و دیگری از قبیله کنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرد، اما با بعضی سببها قطعش و ازدلاف و نزدیکی نکرده است. همین نکاح کرده طلاق شد که حجت به گفتن اونو نیست. و حضرت صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه دو کنیز دیگر هم داشت. متاسفانه ما زنها را از کنیزها فرق نمیکنیم. کنیز زنی را میگن که از بازار خریده میشود یا کسی به او هدیه میکند. امو کنیزه پیغمبر با اونا نکاح نداشت، به حکم خواجگی و به حکم ملوکیت با اونا معامله و مناسبت میکرد. یکیش ماریه قبطیه از مردم مصر که مقوقس حاکم مصر از براش هدیه کرده بود و پسرک از این ماریه قبطیه رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شد. پسرک را با نام ابراهیم که در 17-18 ماهگی از دنیا گذشت، همون سال 10 هجرت رسول الله. یک چند ماه بعد پیغمبر خدا را دنیا را بدرود گفته رفت. و کنیز دوم ریحانه نام دارد. بعضی معرخا همچه خطا کردن که گویا ریحانه را پیغمبر آزاد کرد بعد به نکاح گرفت، اما قول اصح این است که کنیز بود. از قبیله بنی قریظه یهود یک کنیز بود با نام ریحانه بنت زید که اونم کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چیزی که بر روایات صحیحه به خلاف از برای ما و شما نسبت ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است همین است. متاسفانه وقت ما به آخر رسید. ان شاء الله ببینید همین سوالا خودش یک موعظه‌های جدا دراز میشینید. خیر اگر خداوند امکان مبتر هفته آینده هم تخصیص میتیم از برای پاسخ گفتن به سوالهایی که برادران مسلمان دادند. این دفعه کوشش میکنیم کوتاه‌تر بگیم. متاسفانه بعضی سوالایی هست که مسائل حیاتی و مماتی است، مسائلی است که ننگ ناموس تمام مسلمانان در داخل دارد. از همین خاطر اگر ما کاملتر گپ نزنیم باور کنید خودمون مجرم و گناهگار می حسابیم. از همین خاطر امروز نسبت ازواج مطهره پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت اندکی به درازا کشید. پروردگار و صحبت من صحبتی مؤثر گردان، نه از صحبت‌های بی تأثیر. و خداوند ناموس و ننگ اسلامی برامون ارزانی دار که امهات المؤمنین ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مادرهای خیش بیشتر و زیادتر دوست بداریم. همچنانه که به خاطر دفاع از ناموس مادران قائم میشیم، به خاطر دفاع از ناموس مادرهای افضل و ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائم گردیم. پروردگار
او دشمنان حبیب محمد صلی الله علیه و سلم رو که نسبت ازواج مطهره به آدابی ظاهر میکنن به سزای عملشون رسان. و پروردگار مساعدت فرما که ما فرزندان واقعی، فرزندان حلال زاده باشیم که از ناموس مادرامو دفاع کنیم و عملهای خیر خوب انجام دهیم که فردا روز قیامت او مادران ما را به فرزندی قبول داشته باشند و فرزندم گفته به ما و شما مراجعت کنند. آمین یا رب العالمین.